تاجران و فروشندگان لباس‌های اسلامی در تاجیکستان از محدود شدن شمار مشتریانشان شکایت می‌کنند. منع پوشیدن سر و لباس مذهبی در محل تحصیل و کار از جانب مقامات تاجیکستان به بازار ستر و حجاب فروشان تاثیر رسانده. همکنون شمار خریداران آنها هم شدیداً کاهش یافته است. هنوز چند سال پیش لباس زنانه اسلامی یک نوع مال سرخریدار و هم پرتوجه شده بود. همکاری ما زرانگیز نورشا که این تحولات را مشاهده کرده است در یکی از بازارهای دوشنبه بود. زرانگیز سلام، می شود گفت که همکنون شمار دکان و فروشگاه‌هایی که لباس اسلامی را برای زنان تاجیک پیشنهاد می‌کنند کاهش یافتند؟ سالهای پیش این گونه مغازه و روستاها در شهر خیلی زیاد بودند. حالا هم در تمام بازار و فروشگاه‌های کشور شما می توانید مغازه‌های مخصوص فروش لباس‌های زنانه اسلامی را پیدا کنید. اما بازار تاجران این گونه لباس‌ها به فرق از سالهای پیشتر تا یک سال اخیر چندان گرم و خوب نبوده است. بسیاری از آنها حجاب یا رویسری می‌فروشند، ولی پیدا کردن برقه و حجاب و رویسری‌های کاملا سیاه در این مغازه‌ها حالا کمی سخت است. بعضی از تاجران این نوع لباس گفتند که گویا مقامات ملیسا آمده از آنها خواستند که فروختن برقه و همچنین رویسری‌های سیاه به نقش و نگار و یگان آرایشات را بس کنند. تا کجا منع شدن پوشیدن لباس اسلامی در محل کار و تحصیل به مد لباس مذهبی هم در جامعه تاثیر گذاشته است؟ در پی محدودیت و مانع‌گذاری‌ها برای دخترانی که لباس ستر پوشیدن می‌خواستند، خریداری این نوع لباس‌ها کمتر شده است و برخی از آن زنان و دخترانی هم که قبلا این گونه لباس می‌پوشیدند یا شیوه رویمالبندی خود را حالا دیگر کردند و یا کاملا ترک رویسری کردند تا توانند آزاد درس و کارشان را ادامه دهند. ولی خود تاجران می‌گویند آنها هم با این حال و محدود بودن امکانیت فروش لباس زنانه اسلامی وادار می‌شوند شیوه تجارت خود را دیگر کنند، چون اکثر آنهایی که میخواهند موافق به شریعت اسلامی لباس ببر کنند با لباس های رنگ سیاه و تاریک برتری میدهند و اما اکنون فروش این نوع لباس ها طبق خود تاجران میگویند برایشان اجازه داده نمی شود. تشکر. همکارم زرانگیز نورشا بود.